السلام علیکم. بابی جان سلام علیکم. و علیکم برسلام. نگه دارم همه خیلی در درون کتاب فرو رفتی که تنجی بابی جان من برای آزمون جمهوری فروغ صبح دانایی تیاری دیده ایستادم بابی جان. قندات زن بهترین جا انتخاب کردی بچم، بهترین جا انتخاب کردی. بابی جان لبای ما میدونم که اینجا جای جوانا این باغ جای جوانا درست شما در اینجا چیکار میکنین بابی جان؟ پیرانا ها گپ نگاه کرده گپ زن. خیلی احتیاط شو. من برای آزمون جمهوری تاجیکستان وطنی عزیزی من تیاری دیدم. شما چند ساله شده بابی جان؟ اگه من اینمی 95 در آمدم. 95 ده؟ بچه آقای اونجا در شما را قبول نمیکنم بابی جان. تو بگلم فردوسی قبول میکنه. فردوسی؟ بابی جان این مجسمه فردوسی این مجسمه چه قبول میکنه؟ من مجسمه را نمیگم. بعد؟ ناحیه فردوسی قبول میکنه. بعد تام خیال نکن که فقط یه آزمون دخترکوی جوان تماشا میکنن. یه آزمون کمپیران تماشا میکنن. فهمه؟ برای کمپیران باید یکان کس برآمد کنه ده. راست بابی جان. نه که محمد نگو. ای بچه ای همه اساس کی ما تاجیکیم و از تاجیکستانیم. اگر ما آیدی پا بر جان نمودن فرهنگ نیاگانمون از خرد تا بزرگ دست جمعونه شرکت نورزیم اصالت بزرگانمون رو معرفی کردن نمیتوانیم. علا برگزار نمودن آزمون فروغ صبح دانایی و آزمون تاجیکستان وطنی عزیزی من همین مقصد را دارد. تاجیکستان جانی من، تکیه‌گاهی ملتم ایمانی من. از دمی که تاجیکستان گشته ای هم بزرگ و هم گلستان گشته ای. تاجیکستان جانی من، تکیه‌گاهی ملتم ایمانی من.